سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در شهر زیبای سومسرو. امروز پنجشنبه 6 مهر ماه و ساعت حدود 12:30 هستش. قبل از گردش در این شهر ما به بازار طلمشهر که پنجشنبه ها برگزار میشه سری زدیم که انشالله به زودی ولاگش رو در کانال میذارم. شهر سومسرو در 27 کیلومتری شهر رشت و در همسایگی شهرهای فومن و ماسال قرار داره. از جاهای دیدنی این شهر میتوان به تالاب نرگستان، تالاب هندخاله، تالاب سیادرویشان، تالاب سیاکیشم که امیدوارم اسمشو درست خونده باشم، روستای کسما، روستای نخاله و جاهای دیگه اشاره کرد. در مورد سوغاتی های این شهر میشه انواع ترشیجات، نیشکر، صنایع دستی حصیر بافی، حلوای زیابری و رشته خشکار رو نام برد و البته اسامی دیگری که واقعا زیادن. بازار هفتگی سومسرو در روزهای یکشنبه برگزار میشه و بازارهای محلی دیگری در شهرستان سومسرو در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هم برگزار میشه. ولاگ مربوط به تالاب سیادرویشان رو قبلا در کانال گذاشتیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
Ja,